ابتدا چک می‌کنیم VPN حتما روشن باشه. بعد با استفاده از رمزی که انتخاب کردیم وارد تراست والت میشیم. سمت چپ بالای صفحه روی آیکون تنظیمات یا چرخ دنده میزنیم. سپس روی گزینه والت میزنیم و بعد روی علامت به علاوه بالا سمت راست میزنیم و وارد مراحل ساخت کیف پول میشیم. در این قسمت روی دکمه کرییت ا نیو والت و یا ساخت کیف پول جدید میزنیم. در صفحه بکاپ روی گزینه بکاپ منیولی میزنیم تا 12 کلمه رمز کیف پول رو دریافت کنیم. در این قسمت نکات امنیتی تراست والت ارائه میشه که باید اونها رو بپذیریم. سپس روی کانتینیو میزنیم تا وارد صفحه بعد بشیم. در این قسمت 12 کلمه که همون عبارات بازیابی کیف پول هستند به ما نشون داده میشه. این 12 کلمه رو به ترتیب شماره یه جای امن یادداشت میکنیم. داشتن این 12 کلمه در واقع دسترسی به کیف پوله. دقت داشته باشید که نباید این 12 کلمه رو تحت هیچ شرایطی در اختیار کسی دیگه‌ای قرار بدیم. حالا روی کانتینیو میزنیم و وارد صفحه تایید عبارات مخفی میشیم. اینجا با توجه به 12 کلمه‌ای که دریافت کرده بودیم، کلمه اول، چهارم، هفتم و دهم رو از بین گزینه‌ها انتخاب می‌کنیم و در نهایت روی کانفرم می‌زنیم. ما تونستیم یک کیف پول جدید بسازیم. این رو هم بدونید که ما میتونیم هر تعداد کیف پول که بخوایم در تراست والت بسازیم. فقط کافیه دوباره مراحل گفته شده رو طی کنیم.